خب تو این جلسه میخوایم نورپردازی بیرون رو بگیم. صحنه‌ای که آماده کردم من اینجا این نما هست. یه سری تکنیکایی من تو این استفاده کردم تا یه سری تکنیکای خاص تو این صحنه، بس برای همین این انتخاب کردم. من از یه کار خارجی ایده گرفتم، توش آب بود، این ساختمون رو گذاشتم اینجا چون تکنیکا دیدم مهمه، خواستم صحنه این شکلی باشه. خب کار خاصی انجام ندادم. این اولا اینا رو لایه بندی کردم برای که کار منظم باشه. ساختمون ها اون لایت هایی که حالا بعدا میبینیم و یه سری وسایل داخل اینا گذاشتم که بعدا تو نورپردازی شب این وسایل ها دیده بشه. چیز خاصی نیست، فقط خواستم بگم که نحوه کار کردن توی صحنه برای که منظم باشه چجوری باشه. این وسایلی که اینجا هست که الان اینا رو لایه کردم هاید میکنم که توی نورپردازی سریعتر ریدر بشه، عذاب نده. و از مدلینگش بگم، یه F4 اگه بزنم این سگمنت ها میبینید که اینجا این سکویی که اینجا هست و با ادیت پالی آوردم، یه خورده این لبه رو چنفر کردم که نرمتر باشه و این ورتکس ها رو یه خورده بالا پایین کردم تا کیفیت کار بره بالا. این کار عمده انجام دادم که معمولا تو مدلینگ اینجوری انجام میدن، این کارا رو میکنن که کیفیت کار بره بالا. نکته دیگه که وجود داره تکسچری که به این دادم، حالا بعدا تو رندر نورپردازی که هم رندر گرفتم میبینید تکسچری که از اینجا استفاده شده یه تکسچر، حالا چون سطح بزرگی بوده کیفیت هم بالا گرفتم، 2048 گرفتم. تکسچرش اینه. این قسمت رو نگاه کنید، من با یه نرم افزار دیگه این رو آوردم، حالا اگه زوم بشه با این نباید باز میکردم، پسمندش تیفه، بیت با پینت رفتم ببندمش. خواستم با خود ویندوز بازش کنم. خب اگه من اینجا زوم کنم تو این قسمت اینا رو فرض کنید، البته با نرم افزار بادی پینت آوردمش، اینا رو با فتوشاپ هم میشه بیاری. اون لبه ها رو یه مقدار اینجوری کثیف کردم که مثل حالت لجن ماننده که بعد که رندر میشه یه تیکه نباشه. اینجا شما درست تو ویو پورت نمیبینیش، این لبه ها با هم فرق داره، مثل این نیست که تایل شده باشه. تکسچراش باید اینو اول یووی بدین، بعد که یووی دادیم تکسچر بهش بدیم، که حالا یووی هم مثل که من درست براتون توضیح ندادم، اون یووی آن رپ که اینجا مودیفایرش هست داره یه کاری انجام میده. این آن رپ اینو اول باید بدین با آبجکتتون، حالا یه سری تنظیمات داره، بعد یوویشو ببرین تو فتوشاپ یه سری بلاهای اینجوری سرش بیارید. یکی از تکنیکایی بود که استفاده شده بود. این سکویی هم که اینجا هست یه چیز خیلی ساده‌ن، این چوباش آلتو کیو بگیرم، یه سیلندر ساده‌ن که ادیت پولی شده، یه تکسچر گرفته و ورتکساش جابجا کردم و حالت رندوم بهش دادم که اینا با هم فرق بکنن یه مقدار. این بغلی با اینا فرق داره. این هم باز دوباره یه تکسچر حالت تخت مانند دادم، بعدم اومدم با ادیت پولی این خری یه خورده بالا پایینش کردم که از سادگی در بیاد. میتونستید اینا رو دونه دونه هم بسازید، حالا دیگه این مدلینگ ها بسته به خودتون داره. توی مابقی قسمت ها میبینید که اینا رو مثلا این کاشی ها رو با لاین آوردم، اکسترود کردم، گذاشتم روش. مابقی چیزا هم خیلی ساده. و تکنیک دیگه که استفاده شده این آبه. این آبی که اینجا هست میبینید یه پلین خیلی سادن، هیچ کارش نکردم، فقط چیزی که مهمه متریالشه. متریال ویره‌ای که استفاده شده بهتون نشون میدم، خیلی متریال ساده ایه. رنگ دیفیوزش آبیه، رفلکتشو روی 153 این حدودای وسط گذاشته، ساب دیواید روی 20 که کیفیت بهتری داشته باشه.
و رفلکت هم گذاشتیم که حالت شیشه مانند داشته باشه. این عدد هم 1، دقت کنید این هم مهمه که روی چه عددی باشه. ساب دیواید اینو روی 50 گذاشتیم، حالا حالات رفلکتش بیشتر مد نظر تا رفلکتش، برای همین روی 50. حتی میتونید شما اینا رو کم کنید بعدا موقع رندر نهایی زیادش کنید. و از کارهای دیگه ای که انجام شده، برای که حالت موج داشته باشه توی بامپش یه دونه نویز خورده، ببینید که اندازش هم کمه، حالت 5 خورده و این نویز هم تنظیم خاصی نداره، یه سایز داره، فقط این سایز مهمه. هرچی این سایز بیشتر باشه موجا بزرگتره، هرچی کوچیکتر باشه سایز موجا کوچیکتره. حالا رندرش که کردیم شما میبینید که این صحنه به چه صورت در میاد، چجوری میشه. این تا اینجای کار. و تکنیک دیگه ای که استفاده کردم، یه سری چمن اینجا گذاشتم. یه نکته خیلی مهمه بگم قبل از که این چمن رو بگم، اینجا من از مکس 9 32 بیت استفاده میکنم با لپتاپ. نتونستم اینجا درخت اضافه کنم، یعنی قرار بود اینجا 2 تا کامera گذاشتم، از این دید میخوام حالا رندرش کنم. یه شیفت و اف هم بزنید که بازده حالا توی مانیتورهای واید بهتر ببینید چی میخواد رندر بشه. اینجا قراره یه سری درختایی باشه که این پشت رو پوشش بده، که قرار باشه که این پشت نشون نده که دنیا تمام شده اون آخرشه. شما با 2 راه دارین که این کار رو انجام بدید، یا کامera رو یه جوری تعیین کنید مثل این که ماسمالی بشه بره، نبینید که چه اتفاق اون پشت میفته، خود ساختمون باشه، یا اگه میخواین مابقی جاها رو ببینید باید کامera رو اینجوری تعیین کنید، باید اینجا درخت بذارید. حالا چون مکس 9 32 بیت نمیتونید، من نمیتونم اینجا درخت رو اضافه کنم، چون درخت رو اضافه بکنم این یه نکته خیلی مهمه، صحنه سنگین میشه. دکمه 7 رو که بزنم تعداد پلیگون ها رو اینجا به من میده، الان فکر کنم 200,000 تا باشه، 6 تا نقطه داره. اگه اینجا یک کلید راست بکنید، تکس منیجر رو بیارید توی قسمت پرفورمنس، میبینید من پیج فایلم 1 گیگ و 2 دهم پر شده. موقع رندر اگه این از 1.5 رد بکنه دیگه اصلا رندر نمیگیره، همینجوری توی رندر نشون میده توی رندر میخواد رندر بگیره، ولی اگه 10 ساعت هم بذارید همینجوری میمونه، رندر نمیکنه و این سی پی یو همینجوری درصدش پایینه. این پیج فایل توی 32 بیت و ویندوز 32 بیت کم میاد، ولی توی ویندوز 64 بیت فرقی نداره، تا هر چقدر رم داشته باشین ساپورت میکنه و سیستمتون رندر میکنه. پس دقت کنید، من الان اگه بخوام این درخت‌ها رو اضافه کنم میبرم خونه، توی سیستم خونم که ویندوز 64 بیت دارم با مکس 64 بیت هر چقدر درخت میخوام اضافه میکنم، بعد رندر میکنم. پس اینجا حالا به خاطر اینکه من با لپتاپ کار میکنم اینو با 32 بیت کار میکنم، درختی توش نیست. این از این نکته مهمی، دقت کنید. و تکنیک دیگه ای که استفاده شده، البته به نظرم اگه جدا بگم بهتره، این چمنهایی که اینجا گذاشتم، این چمنها الان تکسچره ولی وقتی رندرش کنید دقیقاً چمن بهتون نشون میده. از یه سیستم خاص استفاده کردم به نام دیسپلیسمنت، یه مودیفایر مربوط به خود ویری است. اینه که بهش بدین باعث میشه، با یه مپ هم بهش بدین باعث میشه که اینا مثل چمن باشه. حالا من اینجا اگه توی مپس جدا توضیح بدم بهتره، بذارم بعداً بگم بهتره. خواستم فقط صحنه رو توضیح بدم که چه چیزایی استفاده کردم و ببینم دیگه چیزی جا نمونده از این صحنه. آره، بعد حالا توی نورپردازی شب هم یه چند تا تکنیک دیگه هست، میخوام اونا رو هم اضافه کنم که میگم